شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشان رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد. در بالگرد حامل رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان غربی هم حضور داشتند. بعد از انقلاب به جون آمده منطقه، پیش از انقلاب مرده بودن، هیچ امکانات به این منطقه نداشتن. کاری که به صورت جهادی انجام گرفته در مدت کوتاه، کاری که پیش بینی میشد حداقل 3 تا 4 سال طول بکشه، امروز به دست توانای مهندسان و کارگران و مدیران جهادی ما در مدت 10 ماه به نتیجه رسیده و شاکرم به درگاه خداوند متعال بر نعمتهای بیکرانش و بدانند دین میتواند در متن زندگی انسان معاصر حکومت کند. اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا